درود به همه فارسی زبانان، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و باز امروز به درخواست شما اومدم به خونه هاتون برای یک ریاکت دیگه از کشور عزیز تاجیکستان. امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم باز با موزیک ویدیویی از هنرمند عزیز به نام زلیخا محمد شوا با آهنگ کمرباری که امیدوارم اسم این هنرمند عزیز رو درست گفته باشم. من از ایشون یه دونه ریاکت دیگه رفته بودم به نام سرشوران به درخواست شما که خیلی خوب استقبال شدش، دمتون گرم. حالا اومدیم بریم ببینیم که این موزیک ویدیو چی هستش که باز شما از من خواستید که ریاکت برم. دمتون گرم بابت همه انرژی مثبتی که به من میدید. امیدوارم همه این انرژی ها برگرده به خودتون. بدون معطلی بریم ببینیم زلیخا چیکار کرده. پس برو بریم. در صحنه هنر بانوی زیبای استراده تاجیک زلیخا محمد شایوا. قبل از اینکه ویدیو شروع بشه، هنرمند عزیزی از کشور ایران هم به نام آصف یه آهنگ کمرباریک خونده بود. کمرباریک من، شمع تاریک من، بیا به نزدیک من با ما اون بقیهش. بریم ببینیم این کمرباریک آیا همونه بازخوانی شده، حالا یه خورده تغییرات، یا یه کمرباریک دیگه است، چیزی که زیاده کمرباریک. ببینیم ویدیو رو با هم. جمعیت رو مردم خوجند مستم زیبوی جانم مستم زیبوی جانم مستم ابرشین قرمزی به دورش بستم ابرشین قرمزی به دورش بستم. اول ویدیو که داره خونده میشه به اصطلاح اون آهنگی که من مد نظرم بود، خب اولش اینجوری شروع نمیشه، شاید اون اصلا نباشه. چه جمعیتی، لباسای محلی، لباسای زیبا، خانومای خوش سیما، زلیخا خوش صدا. آقا دیگه ویدیویی که واسهتون آوردم حالشو ببرید، اونم به درخواست خودتون بود. نشان از من زار صد برگ سفید من نشان از من زار باز آمدنی مرا خدا میداند باز آمدنی مرا خدا میداند. تو کامنت ها واسم بنویسید که این چه جشنی هستش که اولش هنرمند عزیز گفتش که سلام به مردم خوجند. به جشنی که هستش به چه مناسبتی هستش این جشن؟ اگر که میدونید تو کامنت ها واسم برسید. دمتون گرم. چه جمعیتی ولی کردم رو وسط هم بزن برقصه هست ولی کردم.
دورش نرسی ابریشم قرمزی به دورش نرسی تا سال دیگر در انتظار رسم تا سال دیگر در انتظار رسم مستم مستم ز بوی جانان مستم 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 ز بوی جانان مستم ابریشم قرمزی به دورش بستم ابریشم قرمزی به دورش بستم تا سال دیگه هم منتظرش میمونه. چه صبری، صبر ایوب زبان صبر من است. ولی تا حالا از کلمه کمرباریک حالا نمیدونم اسمش درست بودش یا نه، بچه ها رو چه حالی میکنن اون وسط واسه خودشون. بریم ببینیم چی میشه. پس کمرباریکش کی میاد؟ مستم مستم این اون آهنگیه که بهتون گفتم که خواننده ایرانی خونده. اولش اینجوری شروع میشه. بریم ادامه. بلدم نیستم الان اعصابتونم خورد میکنم. بریم آقا ادامه. بریم تا دربارش. من عاشقتونم. این آهنگ کمرباریکه. چشمانی زیبا با اون چشم مرا دیوانه کردی کمرباری ای درخت گل بودم درخت گل بودم خارم تو کردی به درد دلگیری سارم تو کردی کمرباری ای خدا داد دست به تو خدا داد دست به تو چشمانی زیبا با اون چشم مرا دیوانه کردی کمرباری کمرباری که من شمو تاریک من کمرباریک من شمو تاریک من بیا با نزدیک من سوق صفا شد جفا دیگر بس است آخر وفا کن کمرباری کمرباریک من شمو تاریک من کمرباریک من شمو تاریک من بیا با نزدیک من سوق صفا شد جفا دیگر بس است آخر وفا کن کمرباری. آقا یادمون رفتش ریاکت بریم. شما هم اصلا هیچی نمیگین. محو آهنگ شدیم. خیلی صداش قشنگه. خیلی صداش قشنگه. بسیار صداش قشنگ، زیبا. موزیکی هم که زده شده یه خورده متن اوایلش به اصطلاح آهنگی که هستش اون چیزی که من دارم بهتون میگم عوض شده، ولی خب اون تیکه اصلیش که گفته میشه همونیه که آصف نمیدونم تقریبا فکر کنم 25-6 سال پیش این آهنگو خونده بودش. من که دارم کیف میکنم، لذت میبرم. امیدوارم که شما هم لذت ببرید. بریم ادامه. لبی دریا برا یک خانه سازم با موهای ترین توشانه سازم کمرباری اگر منی دلت برا شکل سرا از خود بابت بگانه سازم کمرباری لب دریا برا یک خانه سازم با موهای پری توشانه سازم کمرباری اگر منی دلت بر شکل سرا از خود بابت بگانه سازم کمرباری کمرباریک من شمو تاریک من کمرباریک من شمو تاریک من بیا با نزدیک من صبح صفا شد جفا دیگر بس است آخر وفا کن کمرباری کمرباریک من شمو تاریک من کمرباریک من شمو تاریک من بیا با نزدیک من صبح صفا شد جفا دیگر بس است آخر وفا کن کمرباری. یک قرصک خوجندی میزنه
زنده باشین. یک موزیک ویدیو زیبا از خانم زلیخا در شهر خرجند، اگر که اشتباه نمی کنم، امیدوارم که درست گفته باشم. اصولا این آهنگ کمرباریک، خب کمرباریک آقایون برای خانوم ها میخونن، ولی خب ایشون هم به اصطلاح این آهنگو به نظر من بسیار زیبا اجرا کرده، چون صدای خیلی زیبایی داره. برای اون محفل، اون جمعیت، این شادی میتونه یک انرژی بسیار خوبی باشه. مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودید. دمتونم گرم. امیدوارم که همیشه سرحال سلامت در کنار خانواده، سربلند، شاد، جیباتون پر پول. تا ویدیوی بعدی. بدرود.